در جمع و تفریق اعداد صحیح باید به علامت وسط نگاه کنیم. خب اینجا علامت وسط عبارت ما جمع است، ولی اعداد ما یکی مثبت است و یکی منفی. پس نمیتوانیم این اعداد را با هم جمع کنیم. پس 7 را از 21 کم میکنیم و علامت عدد بزرگتر را قرار میدهیم. در عبارت بعدی هم به همین صورت عمل میکنیم. باز دو عدد داریم که یکی از آنها مثبت و یکی منفی است. قاعدتا نمیشود اینها را با هم جمع کنیم. پس 17 را از 35 کم میکنیم و علامت عدد بزرگتر را قرار میدهیم. اینجا هم دو عدد مثبت داریم که علامت جمع در وسط آنها قرار دارد. خب چون علامت هر دو عدد مشترک است، نتیجه میگیریم که باید آنها را با هم جمع کنیم و علامت مشترک آنها را هم برای پاسخ قرار دهیم. زمانی که دو علامت پشت سر هم هستند، عبارت رو باید ساده کنیم. اینجا ما دو منفی داریم، پس علامت ها در هم ضرب می شوند و تبدیل به یک علامت می شوند. منفی در منفی مثبت. حالا اینجا مختلف العلامت می شوند. یعنی چی؟ یعنی عبارت هایی که علامت آنها یکی نیست. پس از هم کم می شوند و علامت پاسخ علامت عدد بزرگترمان می شود. اینجا هم دو علامت مختلف در کنار هم هستند. در هم ضرب می شوند و تبدیل به یک علامت می شوند که مثبت در منفی می شود منفی و حالا هم علامت شدند. سپس باید با هم جمع کنیم و علامت آنها چون مشترک است همان علامت را می گذاریم. در این عبارت هم دو علامت یکسان در کنار هم قرار گرفتند. روش کار به این صورت است که علامت‌های یکسان کنار هم در هم ضرب می‌شوند و تبدیل به یک علامت می‌شوند. در اینجا ما دو منفی کنار هم داریم که منفی در منفی مثبت می‌شود. پس عبارت ما به این شکل به دست می‌آید: 19 به علاوه 12 که جواب آن می‌شود 31. توجه داشته باشید که اگر علامت مثبت در عددی ذکر نشد، آن عدد الزاماً مثبت می باشد.